خوبت کردم توپای. چو تا گفته ما قطعی نشید دیگه فکر میکنیم ده. کمکی خوبه باید دیگر رو دانی خوبی کنه. آنهای کمپی را دیده سند ما باید او را ایره بگذرانیم. پیرانی تو بچه زوری میتونی که کمپی را ایره بگذرانی؟ ای خقی نیسته مرا حیوانو کوخی ماما جو رفتیم. هایوداش نمیبرویه گران چه میتونم کی نمیتونه؟ تو طرف کی گفته سی؟ گوش کن اینجا بیا. آو بلی چی بخشید؟ او را بی پیشک در درخ رس کدای. ای کاروی پیشینه در او قاقی نیسته کو بیای بینیم برای خوبی کردن با چکو کردن در کار. میخریم سکنش نه بوتر بروتش میکنیم گنده با مزمیه نه اخی مایره میخونیم شم میزنیمش نکشمشا میپرونیمش او را میفروریم. نه این فکری خوب نیست. او را درخ میفروریم. روست با فکرم پیشک سرش گوچ خیدگه چو کدیا بچه؟ او ای خود مترسیسته نگاه کنه گم شفرو نه اخی شما چکو گریسید؟ خی تمام کو بگین ای دست شما با چی کار میه؟ دزدی؟ نطور یفتی دزدی را میتونیم پروندن؟ فریب کنی؟ شیطونی با این اما خکرم دزدی همه خی؟ در خیلی کار استخوان نداریم. چو تا فکری نه در سر اومد. آزاد کنید خواهش میکنم. اینجا همون لابراتوریایی هست که در اینجا خوکچه های آبی را میسنجند. هر یکی ما و شما وظیفه داریم آنها رو نجات دهیم. کمک کنیم. خوگیاوی میگویم مار ای پیرخرو یک قاشق آب روی داشتیم ریزاندین. اگه بگیرین همین کار که انجام تین با آبرو میشوه. صغیرها قفای کار بشین. خیر نرفتیم. خی ورابسکای жизнь. چقدر زورای؟ برای در اومدن اونو کلی خنکه باید یعنی مکنه. اکولا کاری خدت گاب نیست شد اکه تروس دراز اکوره کتی کروچو ما خدم همی جایم چه؟ یردم میکنی؟ کی برای ما یگون کار کدابدی؟ برای براتنو لبوی کارا میکنم بیا پارتو ما تسک مارا پارتو علی هپ باوری داری؟ ها 100% من راضیم که تو مرا میپرتم خیلی معقوله تا برای دوستا سلام بچه جون اوتو ما میدونم که تو دکودکی اوقی پدر بدی وقت نمیوی قطعی اوتاد گاب زنی میبخشی من نگفتم بودم تو دکودکی موی سر داشتی باشه تاجو چور ما فقط سخنو رو آرزو میکردم باید تو اوتا ای اوقی پدر مشوی کردم ای پرم دخشه خوشبخترینم بوده پانجا ما کی ما خوب گوش کنید. خوک‌ها در درون آن همین خانه هستند. این از سببی که در محکمه شما توسط این تربه دارید. اوستش من ماست دیوونه در کون دکی خونه تخرسنده او یکم گرزندگی بود من ماست دیوونه انا یکی میرالیا خان زنید رحمت باز من اومدم. مینت پذیرم. تشکر. انا بینید در کشوده می شود. سنی درکشو بس ایوژه بیم خوش اومدین مار پریکول کدستی؟ مار چی خیلی ای بود میسه ای مار یردن دادم بود نه اینکه خوردم زیق نشه هیچ که غم نمیته گوش کن گذراندی برو رمشه جاتون دا بسته میبرورم تونم بست خوب یردمت کنیم ای روتونسیه انا ای طرف وزیر شما دیگه چی فکر کردین؟ با همه کارهای بطن شما کی بس میکنید به عقلی را زواجنیکا را خوردن دیلفینا دزیدن شما کی دست میکشین ای کارهای بطن دیانا بس میفهمونم تمام بس اکه محازی خودم دمالی زنگ میزنم نه اخی ادختا بس اخی کجا بریم یا میفهمونم خطه قبیده نتونستی خیلی نمیشه خطه قبیده چو کنم خط از آن حال دو جمع خیلی گاو میزنی ای مردم چیکار میکنیم
حوز میرم خودم کتشگاه میزنم. اوه شاروخان پیش عروسش رفت.